IQ، TQ، AQ، SQ، EQ، MQ و PQ. اینا 7 فرم متفاوت از هوش انسان هستن و کنار هم یه تصویر چند بعدی از عملکرد یه آدم میسازن. IQ یا ضریب هوشی مربوط به تفکر منطقیه، توانایی تحلیل کردن، نتیجه گیری و پردازش اطلاعات. همون نوع هوشی که بیشتر تست ها سعی میکنن اندازه بگیرنش. EQ همون هوش هیجانی، اینکه احساسات خودت و بقیه رو بفهمی، بتونی کنترلشون کنی و از نشونه‌های احساسی به عنوان اطلاعات مهم استفاده کنی. SQ هوش اجتماعی، مهارت ارتباط مؤثر با آدما، درک موقعیت‌های اجتماعی و ساختن رابطه‌ها. AQ ضریب تاب‌آوری، اینکه آدم چطور با سختی، فشار و شرایط غیرقابل پیش‌بینی کنار میاد و چقدر یه نفر میتونه تو موقعیت‌هایی که بقیه جا میزنن دووم بیاره. و چند ضریبی که کمتر بهشون توجه میشه ولی اهمیت خیلی زیادی دارن. MQ این ضریب جهتگیری اخلاقی رو نشون میده، اینکه آدم حتی وقتی هیچ کس نگاهش نمیکنه انتخاب درست رو انجام بده. PQ این ارتباط ذهن و بدن رو نشون میده، توانایی ریکاوری، تنظیم منابع درونی و تحمل فشارهای جسمی و روانی. و TQ یا ضریب فنی، توانایی فهمیدن، استفاده کردن و تطبیق پیدا کردن با فناوری‌های جدید. باهوش بودن یه چیز مطلق نیست، بلکه نسبیه. اگه فکر میکنی آدم باهوشی نیستی، یعنی داری با ضریب اشتباه هوشتو اندازه میگیری. در صفحه ما محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. بهمون ملحق شو.